سلام. امروز میخواهم تجربه خودم از یادگیری زبان را با شما به اشتراک بگذارم. زبان مادری من نپالی است و معمولا نپالی‌ها 4 زبان بلد هستند. زبان نپالی، هندی، انگلیسی و زبان اردو را هم تقریبا همه بلدم. زبان نپالی و زبان خواهرم. از اونجایی که خط دیوانگیری استفاده می شود، نپالی ها معمولا میتونن هندی و نپالی رو هم بنویسند و هم بخوانند. اما چون زبان اردو از خط متفاوتی استفاده می کند، فقط صحبت کردن و فهمیدن آن رایج است. برای خواندن و نوشتن اردو باید جداگانه آن را یاد گرفت. برای خواندن و نوشتن از اونجایی که زبان ها خیلی با هم تفاوت ندارند، بیشتر نپالی ها زبان اردو رو هم متوجه میشن. نپالی ها معمولا این 4 زبان را میفهمند: نپالی، هندی، انگلیسی و اردو. من برای کار در خارج از کشور از سال 2013 شروع به یادگیری زبان کره‌ای کردم. در پردیس زبانشناسی دانشگاه تریباهان نپال یادگیری زبان کره‌ای را آغاز کردم. در پردیس زبانهای جهانی پس از 4 سال تحصیل در میان دانش آموزانی که برای آزمون سیستم مجوز کار خارجی آماده می شدند، من تدریس زبان را ادامه دادم. بعد از آن از سال 2015 تا 2020 تحت سیستم مجوز کار EPS در کره جنوبی کار کردم. سپس دوباره از سال 2024، احتمالا منظور سال 2024 است، در پردیس زبانهای جهانی شروع به یادگیری زبان ژاپنی کردم. این دوره 6 ماه است و من بعد از اتمام 6 ماه مطالعه زبان ژاپنی همزمان یادگیری زبان آلمانی را هم شروع کردم و بلافاصله 6 ماه بعد زبان چینی را نیز آغاز کردم. به این ترتیب من از سال 2024، احتمالاً منظور 2024 است، مشغول یادگیری این 3 زبان هستم. به نظر من مهمترین نکته برای یادگیری زبان این است که باید زمان زیادی برای آن اختصاص داد. نسبت به سایر رشته‌ها برای یادگیری زبان باید زمان بسیار بیشتری صرف کرد و به جای اینکه فقط کتاب بخونیم، باید هر 4 مهارت زبان، یعنی شنیدن، صحبت کردن، نوشتن و خواندن را تمرین کنیم. در این میان به نظر من مهمترین بخش مهارت شنیداری است، چون انسان‌ها زبان مادریشون را هم به طور طبیعی از همین طریق یاد می‌گیرند. بدون رفتن به مدرسه یا دانشگاه ما زبان را از روستا، جامعه و خانه خودمون یاد می‌گیریم و این به این دلیل است که در ابتدا بیش از هر چیز زیاد گوش میدیم. چیزهایی رو که شنیده ایم شروع به گفتن میکنیم و کم کم بعداً وقتی به مدرسه و دانشگاه میریم آن زبان را میخوانیم و مینویسیم و آن رو تقویت میکنیم. به همین ترتیب اگر بخوایم زبان دیگری هم یاد بگیریم، اولین قدم همین شنیدن است. به نظر میرسد که شنیدن مهمترین بخش است. اول باید این زبان را گوش بدهیم و بعد تمرین صحبت کردن با آن را انجام دهیم. سپس وقتی تمرین خواندن و نوشتن را شروع می‌کنیم، همونطور که به طور طبیعی زبان مادریمون را یاد می‌گیریم، اگر زبان‌های دیگر را هم به همین روش یاد بگیریم، فکر می‌کنم می‌تونیم خیلی راحت آن زبان را یاد بگیریم. گرفتن کلاس‌ها هم مثل این است که برای بهتر شدن خودمان به کلاس‌های حضوری نیاز داریم. اما وقتی صحبت از یادگیری می شود، مهمترین چیز این است که تا جایی که می توانیم گوش بدهیم و تمرین صحبت کردن کنیم و بعد از آن تازه سراغ تمرین خواندن و نوشتن برویم. به نظرم اینطوری می توانیم زبان را راحت تر یاد بگیریم. معمولا اشتباهی که در یادگیری زبان انجام می دهیم این است که زبان را هم مثل سایر درس ها مطالعه می کنیم. به نظرم اگر به جای اینکه فقط با کتاب تلاش کنیم خودمان جمله بسازیم، اول زیاد گوش بدهیم و از آن تقلید کنیم، می توانیم زبان را سریعتر و طبیعی‌تر یاد بگیریم. به همین دلیل الان برای یادگیری زبان منابع زیادی در یوتیوب وجود دارد. برای دانش پایه باید زبانی که می‌خواهیم یاد بگیریم و زبانی که به خوبی بلدیم، یعنی زبان مادری یا زبانی که مسلط هستیم، این 2 زبان را انتخاب کنیم و اول از همه دستور زبان و معنی واژه‌های آن را یاد بگیریم. میتونیم یاد بگیریم. در مراحل ابتدایی منابعی که به 2 زبان هستند مناسب ترن. اگر فقط به زبان مقصد گوش بدهیم ممکن است چیزی متوجه نشویم، اما اگر به زبان مادری یا زبانی که بلدیم به طور واضح توضیح داده شود بهتر میفهمیم. نتیجه این کار میتونه خیلی خوب باشه. وقتی به سطح کمی بالاتر رسیدید، گوش دادن به منابعی که فقط به زبانی که میخواهید یاد بگیرید هستند تأثیر بیشتری داره. برای مطالعه مؤثر، اگر فقط به زبان مقصد گوش بدهید، ممکن است خیلی متوجه نشوید.
اما اگر بتوانید آنچه را میشنوید بفهمید، یادگیری بسیار مؤثرتر می شود. برای این کار افزونه لنگویج ریاکتور در مرورگر کروم بسیار کاربردی است. با استفاده از این افزونه می توانید ویدیوهایی که زیرنویس دارند را به 2 زبان تماشا کنید. میتونید زیرنویس آن را ببینید. اگر به کلمه‌ای برخوردید که معنیش را نمیدانید، فقط با یک کلیک میتونید دیکشنری آن را باز کنید و معنی آن را به زبان خودتون همراه با توضیح و مثال‌های جمله‌ای ببینید. یکی دیگر از امکانات مهم این افزونه این است که میتونید متن هر ویدیویی را به صورت PDF و در 2 زبان دانلود کنید و بعد آن را پرینت بگیرید و این گونه استفاده کنید. این روش برای یادگیری تک تک کلماتی که بلد نیستید و فهمیدن آنها هنگام مطالعه بسیار مفید است. من خودم در 2 سال گذشته در کالج زبانهای جهانی، زبانهای ژاپنی، آلمانی و چینی را مطالعه کردم و برای زبان آلمانی نیز در مؤسسه گوته کاتماندو درس خواندم. حالا هم به زودی برای کار در خارج به عنوان راننده کامیون در ژاپن. من دارم میروم. از طریق کانال یوتیوب، صفحه فیسبوک و اینستاگرام من می توانید ویدیوهای مربوط به یادگیری زبان، ویدیوهای سفر و ویدیوهای آموزشی درباره رانندگی در ژاپن را تماشا کنید. به خاطر علاقه هم به یادگیری زبان، این ویدیوها را با استفاده از هوش مصنوعی به زبانهایی که بلد هستم و زبانهایی که در آینده می خواهم یاد بگیرم دوبله کردم. لطفاً این ویدیو را ببینید و نظرات، پیشنهادات و بازخورد خود را با من در میان بگذارید و برای ویدیوهای بعدی هم منتظر باشید. ممنونم.